توجیکستان مشرب رحمانوف حالا بعد این دور به میدان میبرایم. چند تا اومد چقدر نوشا چند طرفی کلانکار آزادتر کنیده برادرو مردمی منطقه غرب نمیشنوه یکو خراب تورینگوخی طرف ایسا آزاد مانه نمونجا مردم اعتراض دارم بسیارتر آزادتر مانه راه آزاد مانه در مردم شنود. شکر از فضای آزاد و آبادی وطن محبوب، شکر از سروری معظمی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با احیای عنعنه‌های سنتی ورزش گوشتینگیری ما توجه خاص ظاهر می‌گردد. امروز هم در هماهنگی با همکاری‌های صمیمانه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، اداره گوشتین ملی گوشتینگیری و همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاولینگ، جمعی صاحبکاران با ننگ و ناموسی خاولینگ برای ما و شما این تنتنه و شهامت گوشتین را در عرفه تجلیل جشن با شکوه استقلالیت 30مین سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس دادم و حالا یک موسیقی متنتنی افر با افتخار پهلوانان محبوب تاجیکستان جوانی ناحیه دمغره خواهشمندیم بعد از این کمیته تدارکات بیایید برای هنرنمایی یا دستور مراقبت وابسته باشید. با خورشید مجیدوف، شکر محمد میر محمدوف و پهلوانان دیگر اگر مدعی یا داوطلبی میدانداری امروزه خاولین باشد تحفه ها خیلی عالی‌اند. من خواهش میکنم این فرصت را از دست ندهید. امروز هم برای هر یک پهلوان هر یک پرتاف ارزشی از 3,500 سامانی تا 45,000-70,000 سامانی را دارد. شاه جایزه مکافات‌های عالی حالا پهلوانان موفق را انتظار است. خواهشمندیم میدان با همان شهامت و شکوه گوشتین ملی رنگی دیگر دهید. ویتالی پهلوانی یک قرصک صمیمانه مخلصان و افتخار تشریف پهلوان روسیه به تاجیکستان مشرب رحمانوف از جمهوری تاجیکستان. تحفه اینا را یک بار دیگر اعلام کنید از جانب حاجی نورشید برای هنرنمایی پهلوان مشرب رحمانوف 400 دلار دیگر در تحفه پهلوانان ضم شد. یک تلویزور 1000 سامانی تحفه مشرب رحمانوف و ویتالی رای کلانکار آزادتر کنید. خب زاهد کنی زاهد جان پهلوان ازبکستانی هستند. مهمان ازبکستان
سایچو دیگه خب اینجا بیو خب اینجا بیو یک اشتر این آخری کار نیست. زاهی جان میگوید که من به تاجیکستان برای هنرنمایی آمدم در این تنتنه جشنی با شکوه گوشتینی میری قدمت نوری دیده تاج سر شینه یک اشتر 1000 سومانی بالای اشتر زم اوترینگ شینه ها حاجی پهلوانی اوهو کسی که میگوید از تاجیکستان با من خواهش قواز بزاهی پهلوان ازبکستانی هست طلب کن شینه شما این طرف اینه که دور گشته من همین ترتیب شینه پهلوانای تاجیکستان هستن. زاهی میگم من به همه پهلوانای تاجیکستان تیارم که قوازبایی کنم. انا میدان ناموس اشتر حق حلالی پهلوانی غالب. جوان مردم ناموس بکشد اینجا بیایی شیر مردی خوالی زاهد جمهوری ازبکستان یک اشتر رحمان علی 1000 سومانی دیگر بالای اشتر زم به هر دو بخت و اقبال خداوند نصیب کند که حلال پرتاکی پهلوانی رسیه حلال زاهد فایزدین امیر شایف اینجا بیو Kira mı girip